خدمت همه دوستان عزیز و بهتر از جانم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و تو این ایامی که هستیم، ایام محرم، اما بدون جدید داشت معیارمونه عشق امام حسین اومده یا حسین انداخته روی سرش. امیدوارم عزاداریاتون مورد قبول حق قرار گرفته باشه. بعد عرضم بر حضور شما که پیرامون بحثای قبلی که ما گفته بودیم، امروز اومدم یه توضیحاتی رو بدم در مورد کلی، یه بحث کلی راجع به این که تمام حرکت ها رو شما اگر داشته باشید، یعنی بحث ما سر امیده. همیشه امید توی زندگی به شما انگیزه میده، هدف میده. یعنی اگر امیدی نداشته باشید، ذهنی که توش، دقت کنید، به قول یکی از دوستان میگفت اینو تتو کنید بزنید روی بدنتون، ذهنی که داخلش پیکان تجسم میکنی همونو میبینی، ولی ذهنی که داخلش لامبورگیت، شیرون، بی ام دبلیو و چیزایی رو تصور میکنی، همونا رو بهت میده. یعنی میشه هدف شما. پس توی ذهنتون یه هدف برنامه ریزی بکنید که صبح که از خواب پا میشید، ذهن شما درگیر اون هدفه باشه که به اون هدف سوق پیدا کنه و به اون هدف شلیک کنه و شما رو تو اون مسیر قرار بده. ذهن خالی هیچ انگیزه ای نداره. پس قبل از اینکه هر کاری رو بخواید انجام بدید، چه تیزر، چه برنامه، چه هدف، قبل از هر کاری یه امید، هدف داشته باشید. هدف رو اگه پیدا بکنید، تمام اون انگیزه ها، تمام اون چالش هایی که قراره باهاش روبرو بشید، همه میاد کنار هم دیگه و اون پیکانی رو که باید شلیک بکنید به سمت هدفتون رو براتون درست میکنه. و هرچه محکمتر، ببینید توی بحثای چی میگن، روانشناسی، حالا ببین قبلا که حالا علم پیشرفت کرده، ما دیگه باید از پیشرفت ها درس بگیریم. حالا بعضی ها میخورن زمین، توی پروسه هایی، توی مشکلاتی میخورن زمین، ولی این باعث میشه که دیگه توی اون مسیر قرار نگیرن، یعنی میشه براشون یه پوان مثبت. پس چه بسا بهتره که ما از اینا درس بگیریم که دیگه این مشکلاتمون برای ما پیش نیاد. پس برمیگردیم به هدفمون. پس اگرم خوردید زمین توی مسیر هدفتون، هیچ اشکالی نداره. سفتم بخوری زمین، مطمئن باش که بیشتر میری پرواز میکنی، میری بالا. دیگه یه توپ دارم قلقلیه میزنم زمین، هوا میره. داستانش از اینجاست. شعر عجیبیه. عرضم بر حضورتون که هدف، پس همیشه توی ذهنتون یه هدفی رو بسازید. یعنی ذهن خودتون رو درگیر بکنید که من قراره یه تیزر توپ بسازم، یه کار خوب در بیارم، یه آینده خوب داشته باشم و از همه مهمتر یه آدم موفقی بشم توی کارام. پسر تو اگه، دختر تو اگه بتونی به اون لولی که میخوای برسی، همه اون چیزایی که تو ذهن تخیل بافی داری میکنی رو بهش میرسی. فقط یه مقدار انگیزه و هدف میخواد که اینا رو، چاشنی ها رو کنار هم میذاری، یه هم میزنی و غذات میشه آماده. سرو کردنش هم دیگه احتیاج به چیزی نداره که بخوای از کسی اجازه بگیری، چون غذای خودته. و چه اونایی حالا که برعکس هدف ندارن، همه رو میریزن داخل، بعد غذاشون هم میشه این، بعد گله‌مندی میکنن، میگن که چرا این شکلیه، چرا اون شکلیه. پس هدف رو توی زندگی داشته باشی، چون هدف باعث میشه که شما به سمت آرزوهاتون، و تو این راه هزار تا چالش داره، سربالایی، سرپایینی، سربالایی، سرپایینی. تو همین فراز و نشیب ها شما زندگی میکنید و لذت میبرید. چرا؟ چون دارید به سمت هدفتون حرکت میکنید. بعد به امید یه هدفی که شماها بهش برسید و توی کامنت ها بنویسید که اگه به هدفتون رسیدید، هدفتون چی بوده و
به چه اهدافی دست پیدا کردیم. خوشحال شدم که تا اینجا کار با ما بودید و اون قلب خوشگلم خوشحال میشیم که روشن کنید، باعث دلگرمی ما میشه و دکمه ساب و دکمه عالم بزنید که از آخرین ویدیوهایی که براتون میذاریم با خبر بشید. دوستتون داریم. گروه MTN. خسته نباشید. خدا نگهدار. سلام خوش اومدید به کانال خودتون، کانال MTN. خسته نباشید.